ارسطو در پی خواندن‌های بسیار و نوشتن ده‌ها کتاب فلسفه و عمری تجربه نهایتاً به مردم این گونه سفارش و توصیه کرد: با دوستانتان بحث سیاسی نکنید. سیاست دوستی ها را خراب می کند. در حالی که سیاستمداران راهشان را ادامه می دهند، شما دوستانتان را از دست خواهید داد. در 40 سالگی افراد با تحصیلات کم و زیاد مانند همدیگرند. در 50 سالگی زشت و زیبا به یک گونه اند. در 60 سالگی مقام و سمت بالا و پایین دیگر تفاوتی ندارند. در 70 سالگی داشتن خانه بزرگ و کوچک برایت تفاوتی نمی کند. در 80 سالگی پول داشتن و یا نداشتن انگیزه ای در تو ایجاد نمی کند. و در 90 سالگی اگر زنده باشیم خواب و بیداری تفاوتی ندارد. پس زندگی را آسان بگیرید. هیچ معمایی نیست که بخواهید حلش کنید. در طولانی مدت همه ما مانند همیم. به گفته خیام بزرگ: ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. ای دوست بیا، ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم، سر به سریم.